دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز در خدمت شما هستیم با یه ویدیوی دیگه. امروز قراره یه آپدیت به ربات دبلیو کوین و تپ سواپ بزنیم که تاریخ لیست شدنشون رو اعلام کردن. خب الان ما داخل ربات تپ سواپ هستیم و الان داریم نگاه میکنیم که موقعی که باز میکنیم این کلید هایی که جدیدن اضافه شده 20 تا کلید به ما میده که میدونیم این کلید ها رو بگیرید. این کلید ها فکر کنم بعداً به کار بیاد، مشخص نیست چه کاربردی تو این ربات دارن. کلید ها رو ما جمع میکنیم، 20 تا کلید بهمون میده. خب منتظر بشیم که این کلید ها رو جمع آوری کنیم. رو برگردیم عقب. خب تاریخ بوست اونجا که بوست هاش هستش، بعد دبلیو اسکین هم تازه اضافه شده که به مناسبت کریسمس هست که میتونیم از این بوست ها استفاده کنیم. ما یکیشو امتحان کنیم، یخه که استارز میخواد. این همه استار میخوان. سولانا این چیه؟ خب این حالا بی خیال بشیم، بیایم در مورد ربات صحبت کنیم. این قسمت که WAI که اینجا یه سری امتیاز ها رو باید فعال کنیم، کلیم بزنیم این امتیاز ها رو به دست بیاریم. خب این از این رو باید بیام داخل کانالشون، اطلاعیه‌اش رو نگاه کنیم به در مورد این باید شد سولانا به جای دبلیو کوین. این آیتم عوض میشه، قسمت بوست اینو فعال کنیم اگر جایزه روزانه رو بگیریم. خب من یه سر داخل کانالشون بزنم چی گفته داخل کانال. خب گفته مری کریسمس میت، گفته موقعی که وارد ربات میشید 20 تا بهتون کلید میده جایزه، اون کلیدها که میگیریم. خب در مورد لیست شدنش، خب اینم تاریخ لیست شدنش که 25 ژانویه قرار لیست بشه که حدودا یک ماه دیگه میشه که تو این یک ماه فعالیت کنین و میتونید امتیاز جمع‌آوری کنین که این ربات یک ماه دیگه لیست میشه و قیمت میگیره. خب این از این ربات دبلیو کوین. حالا ربات تپ سواپ هم گفته که یک ماه دیگه اون قرار لیست بشه. بالاخره تاریخ لیست شدنش رو اعلام کرد که قرار لیست بشه. خیلی وقت هم از این ربات هستش، هنوز هم لیست نشده. بریم سر داخل رباتش بزنیم. این داخل خود ربات چیزی اضافه نشده که همون گزینه هاست که بود. ببینیم که هیچی. تپی تونش هم چی اضافه شده. اینترنت امشب این مقدار ضعیفه، دیر لود میکنه این ربات رو. نه اینجا هیچی. برگردیم داخل کانالش، کانال اطلاع رسانی دبلیو کوین. خب کامیونیتی اینجا تاریخ 23 ژانویه 2025 زده. قراره که TG ایش لانچ بشه، همون توکنش هست که لانچ بشه و قرار لیست بشه که اینجا توضیح داده دیگه. تاریخ 23 تا اون موقع توکن هایی که جمع کردیم و امتیازهایی که به دست آوردیم قرار تبدیل به توکن بشه که گفته ارن مور تا میتونید تب بزنید. شرایط چو گفته دیگه. این از این حالی جولی کریسمس TG. خب این اطلاعیه رو خب به مناسبت کریسمس گذاشته دیگه. خب همین دیگه. این قرار این دوتا
ربات 1 ماه دیگه لیست بشن. حالا شما تا میتونید فعالیت کنید توی ربات و توکن های امتیازات بیشتری رو جمع آوری کنید که بتونید توکن های بیشتری به دست بیارید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.